بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. عرض ادب و سلام و احترام دارم به همه مخاطبان عزیز. امسال ما شاهد این تصادف نیکو و همزمانی فرخنده هستیم که بهار قرآن و بهار طبیعت با هم همزمان شدند. هم در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان هستیم، ماه قرآن و ماه بندگی خدا و ماه نیایش و تعالی معنوی، و هم در آستانه بهار طبیعت و نو شدن زمین و زمان. این هر دو مناسبت فرخنده رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. این تقارن رو به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان و در نخستین روزهای ایام بهار هم جانها تازه شود، هم عزمها و اراده ها برای تکامل و تعالی نو گردد و هم تصمیمها فزونتر گردد تا همانی شویم که مورد رضای حضرت پروردگار باشیم. پیروز بمانید.